که رئیس جمهور شما واقعا یک آدم خیرتگرا هست، یک آدم خیرتمند است، یک آدم دلسوز است، یک آدمی است که مثل احمد ظاهر احمد شاه مسعود در تاجیکستان بسیار مشهور است، ما دوستش داریم. و امام علی رئیس تاجیکای تمام تاجیکای جهان و فارسی زبانان و خراسانی در مردم ما دوست داره. به دلیل این خدمت کرده امام علی، بشنوین، واقعا در خراسان جای باز کرده و همیشه از تاجیکا و فارسی زبانان دفاع کرده و ما این شهکاری هایش هیچگاه نسل ما از یاد نمیبره. این خدمتی را که برای ما کرده، حتی در ملل متحد صدای ما را کشید، حتی در نشستای ما بین دولت‌های آسیایی به صدای ما را کشید، گفت که بله تاجیکا که از 45% هستند، بالای اینا ظلم و تجاوز صورت گرفته و همچنان از هزارها ازبک‌ها یاد کرد. چون یک آدمی است دیدگاه همه شمول داره، این ما فراموش نمی‌کنیم، نسل ما هرگز فراموش نمی‌کنه.